الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، قبل از همه من از پروردگار با دعا تمام خیر و برکت و علم نافع با حکمت و عزت و برکت و سعادت دائمی رو برای شما تمنا میکنم. خداوند عزوجل همیشه همه شما و اهل خانواده و پیوندان و نزدیکان همگی رو با عزت و با برکت و همیشه زیر سایه رحمتش قرار بدهد، خیر برکت زیادت هم بدهد. و قبلا میندارگی خود اظهار می نمایم که خیلی این برنامه رو شما دستگیری میکنید، سوالهای فراوانی و عنوانی این برنامه می آید و این همه برای منفعتی، یعنی تمامی مردمی این کشور یا این که فارسی زبانان و تاجیکایی که بیرون کشور یا داخل کشور هستند از این برنامه و از این سوالهای شما منفعتناک استفاده میکنم. خب موضوع امروزه ما درباره علم و معرفت است که باید هر انسانی خود را با علم و معرفت و دانش و سواد و فرهنگ و آداب و اخلاق همیشه باید انسان خود را نیرومند و توانمند بگرداند، چرا که اساس توانمندی انسان، اساس قناعتمندی انسان، اساس خاطر جمعی انسان با علم و معرفت می شود. اگر انسان علم و معرفت نداشته باشد، هر چقدر دارندگی هم که داشته باشد، خیلی حریص و نه همه، بعضی ها همیشه حریص و سرسان و سرگردان زندگی میکنن. برای همین برای هر انسانی، برای هر مسلمانی آموختن علم، معرفت، فرهنگ، آداب، اخلاق، معامله نیک، این همه حتمی هست. حالا ببینید، خصوصا وقتی که ما به قرآن نظر میکنیم، آیه های اولی، آیه های یا که 5 آیتی اولی نزول قرآن در موضوع علم است. در موضوع چی هست؟ آموختن، از خود کردن، از بر کردن، تحلیل کردن، تشخیص کردن، بررسی کردن، حتی فکر کردن و آموختن. این همه اطراف این هست. حالا سوره علق پروردگار در غار حرا جبریل علیه السلام این آیه ها رو آورد. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرده است، یا عموما تمام موجودات را خلق کرده است، از نیستی به هستی به وجود آورده است. حالا اقرأ این سوره یا که اقرأ قرآن تنها یک خواندن نیست. در این خواندن تأمل و تحلیل، تشخیص، بررسی، درک، فهم و عمل، یعنی عبارت از این هم است. برای همین خصوصا هر مسلمانی در جوانی و نوابسته از عمر، چی در میان عمری چی در پیری، علم آموختن هرگز وقتی محدود ندارد. بعضی فکر میکنن که حالا دیگر 30 سال من به جای رفت، دیگر اکنون نمیشود. نمیشود نیست، اصلا نمیشود نداریم. ما مسلمان ها نمیشود نداریم، ما مسلمان ها نمیتوانیم نداریم. باید مسلمان ها نمیدونم، نمیتوانم، نمیشود نداشته باشند و ندارند. چرا که تجربه حیات هم اثبات کردگی هست که بسیار انسان‌های بعد سن سال 40 و 50 و 60 حتی 70
کوشش کردند، علم از خود کردند، کتاب تألیف کردند. کتاب‌های اون 80 ساله ها یا که بالا از 80 ساله در بین مردم استفاده می شوند. یعنی در اسلام آموختن علم سن سال ندارد. برای همین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هم میگوید که اطلب العلم من المهد الى اللحد. شما از گهواره تا لحد، یعنی از گهواره تا مرگ، تا آمدن مرگ علم بآموزید. برای همین مسلمان باید که هیچ وقت ناامید باید نباشد، هیچ وقت تنبلی نکند، غافلی نکند، بی‌پرواگی باید نکند. همیشه باید در سعی باشد، در تلاش باشد، در کوشش باشد، در از خودکنی باشد و در مهنت و زحمت باشد. این همه مهنت و زحمت و سعی و تلاش و کوشش روز رو با برکت میکند، عمر رو با برکت میکند، رزق رو با برکت میکند. وقتی که انسانی هدفی ندارد، مقصدی ندارد، یعنی یکان مقصدهای عالی ندارد، مرامی ندارد، بس انسانی تباه زندگی میکند، انسانی یعنی ناکام زندگی میکند. باید همیشه باید مسلمان، خصوصا جوان مسلمان و پیر و برنای مسلمان باید در تلاش باشد. ولی ببینید از وقتی که عقل میآید پروردگار امر میکنه نماز بگذار. حتی اگر میگوید از جایت خسته نمیتونی، راه رفته نمیتونی، در جای نشستت با ایما اشاره خوان نماز بگذار. حتی اگر یعنی شخ هستی و شخ شده است بدنت، با قلبت نمازت بگذار. یعنی عبادت یا که علم آموختن وقت ندارد، حالت ندارد. در تمام حالت باید انسان همیشه در تلاش باشد. یکی از بزرگان در یادم عمیق نیست که حسن بصری بودند رحمت الله علیه یا دیگری از بزرگان بودند، در بیماری وزنین ترین که سکرات موت هم چندان نمانده بود میگویم. یک نفری از زایران، از اونایی که عیادت میکردن بیمار رو، در موضوع علم چیزی گفتن، با همون لرزیدن و بیماری و لرزیدن دیگر گرفتن همون سخنهای که کلمه ها رو بالای خط نوشتن، یعنی بالای کاغذ آوردن. نفر پرسیدن که شما در همین حالت باز تلاش میکنید که چیزی بنویسید که خیلی وزنین، بیماریتون وزنین است؟ گفتن که شاید همین کلمه‌ای که نوشتم با من در قبر قیامت و مقامی در جنت شود. برای چی؟ چرا در چنین حالت این بزرگی خدا این کار رو کردن؟ به خاطری که انسان هر وقتی که تلاش میکند علم با آموزد، این علم عبادت است. علم عبادت است. یکی از بهترین عبادت های هست که اجر و پاداش عظیم دارد. و در روایت ها هم داریم که میگوید فکری در علم مثل این که 1 ساله عبادت است و تلاشی در علم قصرهای در جنت است. و علم پیامبر علیه السلام هم میگویند که طلب العلم فریضة علی کل مسلمین و مسلمتین. طلب کردن علم فرض است بر هر فردی مسلمان، چی مرد باشد چی زن باشد. یعنی طلب کردن علم فرض است، امر پروردگار است. مادامی که فرض هست خب در اون اجر هست. هیچ فرضی به اجر نیست، هیچ اجری به برکت، یعنی حتمی برکتی دارد، حتمی در او سعادتی هست، حتمی در او کامیابی هست. هر اجری، یعنی ببینید دانشمندان اسلام میگویند که هر کاری رو که انجام دادن شدید ببینید، قبل از اون که انجام میدید ببینید که این چه کاری انجام میدید.
این کاری را که انجام میدهید آیا در این روزگی پروردگار هست یا نیست؟ اگر روزگی پروردگار هست حتمی شما به این کاری انجام میداده اتون افتخار میکنید، چرا که این اجر دارد، پاداش دارد، عزت دارد، سعادت دارد، برکت دارد. این معنی رو ندارد که همه علم دانشمند ثروتمند باشند. نه، ثروتمند اکثریت کل علما از بس که دویم با علم و با مطالعه و با کتاب و با شاگرد و با درس و تدریس و این همه مشغول هستند، خب دورنده نیستن. مردم ما هم میگویند که اگر کسی بگوید که پول ندارم یا ثروت ندارم یا مالی ندارم یا سرمایه ندارم، یعنی اموالی ندارم، مال و اموالی ندارم، پس میگن که در مسجد کار میکنی که پول نداری، یعنی مسجد جای کسب کردن پول نیست، جای به دست آوردن پول و ثروتمند شدن نیست. اکثریت کلی امام و خطیب و اینو یعنی ثروتمند نیستن، لیکن مهم اساس قناعتمندن. گفسری این میرود، قناعتمند روزی زندگی میکنن، زندگیشون آرام و با برکت است. یک زندگی قناعتمندانه آرامانه، یعنی خیلی با خوشحالی و خوشنودی و روزگی دارن، قناعتمندی دارن. قناعتمند یعنی چی هستن؟ خیلی آرام زندگی آسوده دارن. یعنی مهم اساس این رو دارن. اگر سرمایه هم ندارن آرام زندگی میکنن، قناعتمند زندگی میکنن، خوشنود زندگی میکنن، خوشحال زندگی میکنن. در هر حالتی هستن نیستن، چی تر دارن چی خشک دارن، چی زیاد دارن چی کم دارن، چی دارن ندارن، به همه این حالت ها همیشه میگن پروردگار رو شکرانه، پروردگار رو شکرانه. همین شکرانه گفتن و راضی شدن در همون حالت، همین بهترین حالتی هر مسلمان است که به همون حالی که دارد، چی دارد چی ندارد، چی سرمایه دارد چی ندارد، چی تر دارد چی خشک دارد، الحمدلله خدا را شکر. همین الحمدلله خدا را شکر یعنی قانعش میکند، راضیش میکند، خوشنودش میکند، خوشحالش میکند، حتی سلیمش میکند. چرا که بسیاری بیماری ها از روی عصب، از روی فکر است. بسیاری اکثریت کلی بیماری ها از روی فکر، اضطراب و تشویش و پریشانی و یعنی فردا چی میشود، فردا چی میکنم، چی او تو 40 سال تو 50 سال پروردگار داد، هم پروردگار با هست با میدهد، چرا این همه تشویش و پریشانی؟ برای همین یعنی علم نوری هست که انسان رو، صاحبش رو قناعتمند میکنه. این یک طرف مثلا. حالا طرف دیگری مثلا ما نمیگیم که فقط علم دینی باشد، تفسیر و حدیث و دیگر نه. تمام علمی که انسان در زندگی نیاز دارد، از طبیبی و از معماری، مهندسی، راهساز، داروساز، یعنی همه این شهرساز یا نظارت شهر یا نظارت نقلیات یا درست کردن و ساز کردن نقلیات، همه این علم ما ضرورت داریم. مادامی که ضرورت داریم، آموختن همه علم هایی که ما ضرورت داریم، آموختن اون فرض است. آموختن اون فرض است. اگر خدای نکرده ما از یکی از این تخصصات تنقیسی بکشیم، همه ملت و همه مردم یک جای آسی میشن. من همسوی عادی میرم تا اینکه شعر که میگوین مسئله رو روشن میکنن، تا اینکه مسئله خوب روشن شود. خدای نکرده، خدا نشان ندهد. حالا بیماری اومد که طبیبای ما عاجز اومدن از چیز طبابتش. تمامی طبیبان و تمامی مردم آسی میشن، گناهگار میشن. چرا؟ و خاطری که متخصصی نبود که پیش این بیماری و ویروس یا این میکروب یا دیگر رو پیشگیری کنه. یا مثال فقهی عادی، مثال فقهی عادی، میتی هست که اهل محله هیچ کس برای جنازه نرود.
اون اهل محله با پرگی همه آسیب و گناهگار میشوند. لیکن از اهل اون محله یک چند نفری بیان این میت رو بشوین، کفن کنن، خب جنازه کنن، دفن کنن، از گردن اون محله همگی سکوت میشود. اگر این کار رو نکردن اهل محله همه آسیب و گناهگار میشن. قیاس به همین، حالا اگر هر نیازی مردم که مردم با اون نیاز دارند اگر برآورده نشود، تمام تاجرای تاجیکستان همه آسیب میشود. فکر میکنید؟ اگر ما به چیزی نیاز داریم، لیکن جستجو میکنیم در بازارها، در منطقه یا در جمهوری پیدا نکردیم، اون ضروریات رو نداریم، در اینجا تمامی تاجرها آسیب میشوند که این ضرورت مردم رو حاضر نکردن، نیاوردن. بسیاری مسئله مهم و مسئله حساس و خطرناک است. برای همین جوانای ما، مردم ما باید که به تمامی، یعنی به همه این علمی که ما نیاز داریم، به همه اون تخصصهایی که ما نیاز داریم، مردم ما نیاز دارد، ملت ما نیاز دارد، دولت ما نیاز دارد، حکومت ما نیاز دارد، کشور ما نیاز دارد. اگر اون تخصص رو در سطح بلند اگر از خود نکنند، اونایی که اختیار کردن همین تخصص رو، همگی آسیب میشوند. برای همین هر انسانی که کدام تخصصی رو که انتخاب کرد، باید در تخصصی خود هر روز باید مطالعه، باید کتاب بینی، باید که یعنی زیاد کردن ملکه دانش و ذهنی خود رو باید که کوشش کند که ملکه، مهارت، قابلیت، علم، سواد، معرفتش در همون تخصص خودش باید زیاد باشد. دهقان باشد، باید در هر سال باید که از سال گذشته چیزی بآموزد و در سال آینده اون آموخته هاش رو عملی کند. دهقان، تاجر باید که از تمام اون معامله های از گذشتهش چیزی برداشت کند و قید کند و در تجارت آیندهش باید استفاده کند. طبیب، تمام اون تجربه هایی رو که گذراند، بیماری رو که تبابت کرد و از اون ملاحظه های باید تجربه های بآموزد، بالای خط بیارد چرا که فراموش نشود و هر روز مطالعه کند و هر روز از بر کند و هر روز از خود کند در تخصص طبیبی و طبابت یعنی چیز طبابت خود یا داروها باید از خود کند، هر روز باید مطالعه داشته باشد. یعنی طلب کردنی علم از گهواره تا مرگ همین معنی رو دارد. هر انسانی قبل از همه، البته قبل از همه هر یک مسلمان ضروریات دینیش رو باید بداند. بیرون از ضروریات دینیش هر تخصصی رو که انتخاب کرد باید در تخصصی خود دائم سعی و تلاش داشته باشد. یعنی مثال عادی میارم به خاطر اینکه خوب مسئله روشن شود. حالا همین امام خطیبای، بعضی امام خطیبای هستند که یعنی زیاد مطالعه نمیکنن، بعد موعظه هایشان تکراری می شود. وقتی که موعظه تکراری شد یا مضمون چند بار تکرار شد، گوش بزن می شود و خللدار می شود و مردم هم بپروا می شود. اگر که بروند هم بعضی مسجد می روید یا میگویند در بعضی مسجدها قومیت دو خطیب ختم موعظه که موعظه کرده شده است، مردم با خود صحبت دارند. حالا بپرسید، میگویند که پرسیدم که چرا صحبت میکنید؟ دوملو صحبت دارد، میگه خیلی گپای کهنه است. گپای کهنه است یعنی گپایی که تکرار میشدگی هست، برای همین اهمیت نمیدهند. همون قومی که میرود مسجد میخواهد یک چیزی نوی بشنود، یک بهره‌مند شود، یک معلوماتی نوی پیدا کند. اگر وقتی که مسئله تکراری شود، مردم هم ممکن در وقت نماز بیان یا که اگر پیشم که بروند خب اهمیت نمیدهند، صحبت‌های خود رو کردن میگیرن. وقتی که از اون گفته شد، خطبه خوانده شد، آرام گوش میکنن، نماز میخونن، میبرن میروند. تمام.
عموما دقت نمیدین که امام چی میگوید یا که امام خطیب چی میگوید یا دوملو خطیب چی میگوید. برای اینکه مردمی مسجد آمده بهره‌مند شوند باید دوملو یک هفته کتاب بینی کنند در همون موضوع، یا حداقل یک چند روزه خب آیت حدیث، قصه، تاریخ، شعر، فرهنگ، معرفت باید از خود کند، از بر کند، به مردم پیشکش کند، هم اجر برای مهنت زحمتش و هم برای مطالعهش و هم برای ورق زدنش و هم برای وقت گذراندنش در علم و هم برای گفتنی که مردم استفاده میکنن. چند برابر نور علی نور، یعنی اجر و پاداشی عظیم به دست میارن. تمام تخصص همین است. حالا تخصصی یعنی چی؟ طبیبی، دکتر، طبابه. باید طبیب دوگیم در فکری همون تخصصی خودش باشد، داروها رو از بر کند، از خود کند، بیماری ها رو باید یعنی بداند که کدوم بیماری با کدوم درمان دارو درمان می شود، دیگر دو باید یعنی تو مرگ باید همون در تخصصی خود فرو برود، از خود کند، در همین صورت کامیاب و موفق می شود. یا زیایی نه فرق نمی کند چی اقتصادی، چی سیاست، چی مناسبت های بین الخلقی، چی علم های دقیق، هیچ فرقی نمی کند. همه باید در تخصصی خود یعنی چیز باید فرو برود، دقت بدهد، مطالعه کند، یعنی باید غرق همون تخصصی خودش باشد، غرق همون باشد، در همون تخصصی خودش فرو برود تا اینکه هم خود بهره‌مند شود و هم دیگران از او بهره‌مند شوند. این یک طرف مسئله. باز جهت خطرناک این است که باید که تمام متخصص یا تمام معلم و زیایی و مدرس باید به خاطر یعنی سعی و تلاش و مهنت و زحمت و از خود کردن علم و تخصصش و دادن به شاگردان به خاطر خدا باشد، نه به یک غرضی دیگر. خدای نکرده اگر انسانی بگید که من علم از خود کنم حالا فلانی رو خجالت کنم، یا علم از خود کنم بعد یعنی همه رو غارت کنم، یا علم رو از خود کنم و فلانی ها رو یعنی در جایشون بشینونم، با یک معصیت بزرگ میرن که اون علمش بی برکت و با یک زهر قاتل تبدیل می شود. ندیدیم بعضی انسانایی بدن که علم داشتن لیکن علمشون به ضرر جامعه است، همیشه مردم رو پریشان، آواره، سرزدان، سرگردان و حیران میکنه. خدا نشان ندهد. برای همین قبل از همه باید مسلمان با نیت نیک. امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاریش رو با چیز؟ با حدیثی انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. عمل هر مؤمنی وابسته از نیتش است. باید نیت پاک باشد، قلب پاک باشد، قلب صاف باشد، غرضی نباشد، مقصدی شومی نداشته باشد، مقصدی ناکام کردن کسی نداشته باشد، مقصدی کامیاب کردن شاگردان دیگر. من در صحبت هم گفتم، در دانشگاه هم گفتم، کدام استادی کدام زیایی حالا درس میدهد قطعی نظر در جایی که نباشد، در کدام نمودی تخصصی که نباشد، اگر شاگرد خود را همچون فرزند خود نداند، اون خائن است، خیانت کرده است به استادی و به یعنی به اون حوزه علمی و به اون دانشگاه و دانشکده و دیگر خیانت کرده است. خیانت به ملت، خیانت به جوانان، خیانت به شاگردان، خیانت کرده است. در نتیجه میبینید که در علمش هیچ برکت نیست، یا بس از تخصصش. به خاطر که اون علم تخصصت با برکت شود، اینجا باید اینجا پاک باشد، نیتت نیک باشد. پروردگار قبل از همه، قبل از دانشجویی،
قبل از شامل شدن به کدام دانشگاه پروردگار رو من داخل این دانشگاه این حوزه علمی شوم و به نیتی که من یک انسان مفید باشم که در آینده یک عالمی که به منفعت خود و به منفعت وطن و کشور خود و به منفعت دین و مذهب خود و به منفعت اسلام و مسلمین خدمت کرده باشم، خدمت کرده توانم. حتمی از اون تخصصش قطع نظر کدام تخصصی که نباشه، خود علم دقیق باشد، خود تاریخ باشد، خود یعنی طب باشد یا دیگر حتمی پروردگار در علمش و در کسبش و در عمرش و در رزقش برکت عطا میکنه. در این هیچ شک و شبهه نیست. الو سلام. و علیکم سلام. از این سوال داشتم مرحبا. برای طالب علمه که از دنیا علم اصلا تلاش میکنه علم آموزن و یکی اون عالمه که علم آموزن طالب علمه چی اجر خودش دارن؟ سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ خدا خیر برکت موفق باشید. چی اجر خودش دارد؟ ببینید پروردگار میگه استعیذ بالله یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. پروردگار انسان‌های با سواد با علم، حالا گفتم که قلبی صاف و پاک علم آموزند و به دیگران میرسونند، مقام و منزله اونها رو بسا میبردارد. درجه و یعنی چیز فضل و شرافت و کرامت اونها رو چند برابر می افزاید. لیکن مهم اساس حالا آیت یعنی تمام می شود با چی؟ والله بما تعملون خبیر. پروردگار خبر دارد از اون نیت شما، از باطن شما، از ظاهر شما، از عمل شما، از نیت شما. پروردگار با خبر است. برای همین قلب تپاک، نیت ترونیک، قلبی صاف و پاک، نیت نیک و عمل صالح است. حالا چی مطالعه کردن، از بر کردن، از خود کردن علم باشد، چی به دیگران دادن باشد، چی یعنی طالب علم باشد، چی مدرس یا که معلم باشد. مقام اون درجه اون در نزد پروردگار بی نهایت یعنی بلند است. حالا پروردگار در دیگر جا سوره زمر میگوید که قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. و اونهایی که علم آموختند و اونهایی که علم نآموختند و اینا برابر هستند؟ نه. اما اینو کی درک میکند؟ کسی که عقل رو استفاده کنه، کسی که از روی عقل و فراست و دوراندیشی و خیرخواهی زندگی کنند، این رو بس آشکار و روشن درک میکند. اما اونی که فکر نمیکند اصلا درک نمیکند. تمام. و برای آیه کریمه هم هست که باید مسلمان همیشه آرزو و دعا کند، میگوید که چیز و قل رب زدنی علما. پروردگار علمم رو زیاده کن، علمی با برکت عطایم نما. علیکم السلام. سلامت باشید. لبیک. حضرت سوال داشته؟ مرحمت. همین آیا علم و دانش در دین اسلام، علم و دانش در دین اسلام چی جایگاه و چی فضیلت دارد؟ همین کانتر حالا در افسانه من دکتر. سلامت باشید. خیر برکت. سلام باشید. خب حالا میگه چیز و قل رب زدنی علما. پروردگار علمم رو زیاده کن، علم نافع عطا فرما، علم نافع با حکمت عطا فرما. در هر کاری که حکمت باشد در اون برکت است. علم با برکت عطا فرما. علم مضر نه. ولی من قید کردم که بعضی‌ها یعنی وابسته از نیتشون با وجود این که علم دارن، لیکن دویم کارشون پریشان کنی مردم، اوره کردن مردم، حیران کردن مردم، سرگردان کردن مردم. خدا نشان ندهد. برای همین نیت نیک، قلب صاف پاک و علم آموختن، علم آموزاندن، هر دو اجر است که بودت اجر و پاداش زیادی دارد.
حتی پروردگار میگه استعذ بالله انما یخشى الله من عباده العلماء. السلام علیکم. علیکم السلام. مرحبا. دین اسلام برای علم آموزی زنان چی توصیه‌های داده است؟ دین ببین اسلام برای چیست؟ برای علم آموزی زنان چی توصیه‌های داده است؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت ده. دیگه سوال نیست؟ همه این سخنه که گفتیم، همه این درجه و این همه درجه و این مقام و شرافت و کرامت و برکت و عزت و سعادت دنیا و آخرت و این همه علمایی که این علمی که بنیت اینه که قلب صاف و پاک و مفید و منفعتناک از خود میکند و به دیگران میرسونه، چی مرد باشه چی زن؟ مرد از زن فرق میکنه در عبادتو. در تمام عبادت نماز ببینید برای زن هم فرض است برای مرد هم، روزه برای زن فرض است برای مرد هم، حتی زکات برای زن و تمام عبادت و علم هم برای مرد و زن فرض است. وقتی که ما زنهای عالمه نداشته باشیم، وقتی که ما یا که مادرهای بیسواد باشن، مادری بیسواد کی پروای سواد فرزندی خود رو داره؟ از برای خود شما ببینید، ولی همین مادری که سواد نداشته باشد کی پروای سوادی، لیکن مادری که سواد داشته باشد فرزند رو که تولد کرد، قبل از تولدش، بعد تولد، هنگام حامله داری، بعد تولدش، وقتی که زبانش که شده در بچه‌اش رو میگه بچه‌م بسم الله بنویس، چی الف ب ت س باشد، چی ا ب و گ د باشد، بچه‌اش رو فرزندش رو و انسان عالم داریم. ما یکون عالمی که نخواهد فرزندانش عالم شوند نداریم، باید نداشته باشیم، هیچ ممکن نیست. تمام عالم میخواهد فرزندش عالم باشد، حالا اون فرزند میشود نمیشود اون گپی دیگر است، کاری دیگر است، لیکن آرزوی تمام عالم یعنی عالم کردن فرزندش است، دانشمند کردن فرزندش است. حالا چی زن باشه چی مرد، تمام پدر میخواد که فرزندش عالم باشد، دانشمند باشد. تمام مادر وقتی که شعور دارد، علم سواد دارد، میخواد که فرزندش عالم باشد. لیکن اگر سواد نداشته باشد، خدا نشان ندهد، حالتایی رو میبیند که انسان یعنی بسیار خطرناک است، بسیار انسان غمگین میشد، یعنی خدا نشان ندهد. بعضی مادرای بیسواد کسی رو نفر اومد نزد من کرد، باور کنید من خودم رو قپیده نتوانستم. فرزند در چیله زمستان مادرش مجبورش میکند که برو کار کن و میرود اون از صبح در سردی تو بگو نمیدونم که ماشین میشوید یا که چکل عربه میکشد یا اینکه و کسی چیزی میکند، باید که حتمی بگو همین قدر مبلغ ببرد، نه مکتب، نه خوندن، نه درس، نه تعلیم، نه هیچ. حالا به همون مادر بگی که خواهر این فرزند تو که این عذاب و رنج رو میکشد، بگذار خودت 5 سال 10 سال رنج بکش، بگذار رنج بکشی، لیکن فرزندت رو بخونونی، بسواد کنی، دانشگاه داخل شود. ولی این 15 سال عذاب کشیدی و 15 سال عذاب کشیدی، 70 سال دیگر راحت زندگی میکنی که آخر وقتی که فرزند رو بیسواد میکنی، صبح از در بیرونش میکنی، شام بعد اجازت داخل شدنش میدهی، چند پیسه حرام. وقتی که با اون طفلت فرزندت ظلم میکنی در این سردی یا چی در گرمی، اون بیچاره اون نالو که سن سال و توانی کار ندارد مجبورش میکنی، ظلمش میکنی، اون حلال است، اون پول حرامی بی برکت است. هم خودت رو هم فرزندت رو یک عمر بدبخت و سرسان و سرگردان و آوره و دربدر میکنی. بگذار 10 سال رنج بکشم، 15 سال رنج بکشم، لیکن آینده نیکس کو، آینده فرزندت رو، نیکی فرزندت، سعادت فرزند رو نمیخواهی؟ باید چی؟ علیکم السلام.
رضا شما خوب هستین؟ الحمدلله فضل خدا. شما خوبید؟ سلامتی؟ یک سوال داشتم. مرحمت. الو. مرحمت میشنم. علمی که سبب رستگاری انسان میشود کدام علم باشد؟ سلامت باشید. علمی که سببی رستگاری و کامیابی انسان کدام علم است؟ بله. موفق باشید. سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ سلامت باشید. یعنی علمی که سبب انسان، تمام علم قبل از همه هر مسلمانی باید ضروریات دینیش رو بداند. این شرط اول. ضروریات دینیش رو بداند. دیگر هر تخصصی که انتخاب میکند، اختیار میکند، باید در تخصصی خود فرو برود، متخصصی ورزیده شود، سعادت دنیا و آخرت رو به دست میبرد. و تمام علمی که نیاز دارد بشریت و انسانیت، تمام، یعنی مثلا فرض کردیم این 10 میلیون یا 10.5 میلیون تاجیکستان، حتی چه مسلمان چه غیر مسلمان، وقتی که نیاز به اون علم دارد، چه طب باشد چه دیگر تجارت دیگر، آموختن اون علم فرض است و متخصص اون علم سعادت دنیا و آخرت رو به دست میارند و کامیاب و موفق و رستگار میشه. حتمی باید که انسان علم بیاموزد. و حتی پیامبر علیه السلام میگن که من جاء اجله و هو یطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين الانبیاء الا درجه. کسی که در طالب علمی، حالا گفتم که دانشمند، یکی از دانشمندترین مسلمان ها، یعنی در بیماری وزنین، حالتی وزنینیش اندک قبل سکرات موتش، جمله رو علمی رو شنید و در حال در همون حالتی وزنینی و لرزیدن و بیماریش بالای خط آورد. گفتن که در این حالت شاید این در قبر قیامت و جنت برایم چی شود؟ مددی شود. به خاطری که علم فرق نمی کند، کدام علمی که نباشد، وقتی که انسان می آموزد که اون مفید است، اون علم به ضرر انسان نیست، به ضرر انسانیت و به ضرر بشریت و به ضرر مسلمان نباشد، اون علم یعنی آموختنش فرض است و صاحبش رو، متخصصش رو کامیاب و موفق دنیا و آخرت میکند، مادامی که نیتش نیک، قلبش صاف و پاک باشد. نه اینکه من علمی فرض کردیم چی، کدام علمی که نباشه و آموزم و بعد یعنی غارت کنم و از خود کنم و ظلم کنم و ستم کنم، هم در دنیا هم در آخرت خور است. باید که با نیت نیک باید علم رو آموزد. لبید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گوش میکنم. لبید. برنامه مستقیم است اگر سوال داشته باشید. رجان درباره علم نافع معلومات داره؟ سلامت باشید. سلامت باشید. خدا خیر برکت. خوب. تمام علم نافع است. قبل از همه علمی که گفتم ضروریات دینی که با پروردگارت رو میشناسید و گفته‌های پروردگارت رو میدونید و در زندگی عملی میکنید. گذشته از این تمام علم، یا طب باشد یا سیاست باشد یا مناسبتی بین الخلقی باشد یا مناسبتی یعنی چی باشد، عائله داری باشد، یا تمام علم نافع است که هم صاحبش یعنی متخصصش رو کامیاب میکند و اگر اون آموزگار باشد به شاگردان برساند و سبب کامیابی اونها شود. حالا علم نافع باید تمام جوان مسلمان، چی جوان مرد باشد چی جوان زن باشد، باید مقصدهای عالی داشته باشند، یا مرامهای مقصدهای بلندی در هدفهای عالی در نزد خود، در ذهن و روح و روان خود داشته باشند. حالا ببینید بعضی از جوانان با وجود این که کم است لیکن به وجود آمده است، متاسفانه و بدبختانه. بعضی ها رو ببینید که بینیشون رو، نمیدونم گوششون رو، لبهایشون رو، یا اینکه در بدن می نویسن و اون قصد سوزنی که میزنه تو بدن آزار میده، فرد روز قیامت جواب میگه این امانت است، این عضوها امانت است، مگر برای زنها که
و هم گوش رو برای گوشوار یعنی سراخ میکنن، برای اون اجازت است. همون رو هم در خوردی میکنن که حس نکند. دیگر رو لبو رو نمیدونم که بینی ها رو گوش ها رو و در اون چیزی که پروردگار برایت عطا کرده است به اون قانع نمیشوی. زینت در همونی هست که زینت انسان در چی هست؟ زینت انسان، زینت مسلمان انا همونی که خلقش کرده است پروردگار بهترین. حالا میبینید دعای سنتی هست، وقتی که در آینه خود رو میبینید میگید اللهم کما احسنت خلقی فحسن خلق. پروردگار همچنانه که به بهترین شکل خلقم کرده ای، اخلاقم رو بهترین و یعنی بهترین اخلاق برایم نصیب روزی بگردان. در کدام شکلی که نباشه یعنی پروردگار شما رو در بهترین شکل خلق کرده است، اما با همون روزی بودن بهترین میشود. با اون روزی نشدن بدترین میشود. اگر لبو رو دو چند سه چندم که مثل لبوی مرغابی یا که دیگر یعنی قبیح غاص حتی دهشتناک میشود. بعضی شکل‌ها رو میبینید میترسید، این رخشوها رو طرف و لبو رو طرف به مانند حیوان میکنن خود رو. این زینت نیست، این دهشت است. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا جان یک سوال داشته. مرحبا. همین طالب علم در ایام علم آموزش چی باید کند که تا که در زندگیش کامیاب شود آقا جان؟ سلامت باشید، بخیر باشید. دیگه سوال نیست؟ سلامت باشین آقا. موفق باشید. یعنی به خاطر چی این همه پوستی خود رو رنگ و گل و دیگر زینت این نیست، کامیابی این نیست، این بدبختی است، ناکامی هست. درست بس میدونید اون لبو بعد چی میشوند و چی بیماری های خطرناک مبتلا میشوند. چرا چنین میکنند؟ گپ سری ما طبیب نیستیم که مثال تمام ضرر اونا رو ما اینجا تحلیل کنیم، لیکن مهم است برای چی به این کار دست میزنند جوانو؟ بخاطر که ندارن مقصدی اولی، ندارن هدفی اولی، ندارن از این زندگی چیزی بلند مقامای بلند نمیخواهند. برای همین شیطان میبردشون اون طرف، میاردشون این طرف، شیطان بازیشون میدرورد. در اختیار شیطان هستن، شیطان پرست شدگی هستن. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. و باید جوانی مسلمان هدف داشته باشد، مقصد داشته باشد در این زندگی. آمدم پروردگار من رو آورد، باید که علم بآموزم، معرفت بآموزم، آداب داشته باشم، اخلاق داشته باشم و چند فرزند تربیت کنم، از خودم نشانه نیکی بگذارم، با وطن و کشور و ملت و دولتم یعنی مفید و منفعتناک باشم، منفعتم برسد، ضررم نرسد. وقتی که جوان این مقصدهای اولی رو داشته باشد، نه لب و نه گوش و نه بینی و نه لنجها و نه رخسارها و دیگرش، یعنی با سوزندارها تغییر شکلش رو تغییر دهشتناک نمیکنن. حالا بعضی از جوانان رو میبینید لبو برته کده باور کنید دهشتناک است، میترسد انسان. اون نمیدونم برای کی معقول باشد. درست همین که برای شیطان معقول است. شیطان چنین میخواهد اون میکند، لیکن دو روز پس شیطان بعد اون رو باز از اون طرف بعد وسواس میکند که خودت رو میمون کردی، خودت رو دیگر کردی، دیگر کردی، خدا نشان ندهد بعد به خودکشی نبردش. چرا که وقتی که انسان بازیچه دست شیطان شد، شیطان به خودکشی میبرد اون انسان. وقتی که انسان مسلمان بازیچه دست شیطان هر نموده که خاص اون رو بازیده یعنی بازیش بدرارد، بالآخر اون رو بچی میبرد، به خودکشی میبرد. خدا نشان ندهد. لبای الو او لبای. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحبا. آموزش کدام علم‌ها برای زن‌ها آموزش کدام علم‌ها برای زن‌ها ضرورتر است؟ مهمتر است. باشه. سلامت باشه. دیگه سوال نیست؟ خب سوال پیش از این بود که جوانان در وقت علم آموختن اگر میخواهید که علمتون بهتر یا تخصصتون بهترین تخصص علمتون بهترین علم با برکتی که سبب سعادت دنیا و آخرت برایتون باشد، با پرهیزگاری و تقوا و خدا ترسی. حالا بعضی شاگردای رو درس میدیم من در دانشگاه، بعضی شاگردای رو میبینید یعنی بعضی جوانو و حفرن کدگی خودش در همون وقتی درسم
یعنی 20 بار 100 بار در همون تلفنش آینه صورتی خودش رو تماشا میکنه در وقتی دست. یا بعضی از جوان پسر جوانو یعنی با شکل و همین موی سر و پریچاسکا و یعنی خوش نمیدونم که کیمچی خود شنون مغرور هست که در وقت درس یعنی گاه میبینه که گریبانش رو این طرف میکنه، گاه میبینه که یعنی لباسش رو اون طرف میکنه، داره همیشه مشغول با همین چیز سکه و صورت سر لباسی خود مغرور مشغول. او از اون بعد متخصص میبره، از اون بوی امید هست نیست. دانشجو باید با تمام هستیش در دانشجویی فرو برود. اون رنگ و بار و کرسکه و هفت رنگ و 10 رنگ خود رو بعد که شوهر کردی برای شوهرت بعد خودت رو زیباترین یعنی 100 رنگ کن، بگذار 100 رنگ کن برای شوهرت. درست است در اینجا کمیاب میشه، اما این ناکامت میکنه. یکون جوانی که در وقت دانشجویی با سر و منگل و یعنی سر و لباس خود بس و یعنی دقت میدهد و مغرور با همون سر و سکه و سر و لباس خود هست، از اون یکون بی امید نیست، اون یکون چیز نمیشود. دیپلم میگیرد کلا کدو خولی درست پس یا 2 سال پس بعد میگه من تخصص دارم، دیپلم دارم، وظیفه نمیابم دیگر. اگر تو سواد میداشتی حالا پیش از اون که ختم میکردی کارخانه ها، اداره ها، وزارت ها رو طلب میکردن که 2 در بیو، ما نیاز به همین تخصصی خودت داریم، لیکن سواد نیست. بعد دعوا در عثمان، من دیپلم دارم، من دیگر دارم، چی دارم، کی هستن، لیکن هیچی کلا کدو خالی. چرا؟ به خاطری که در وقت طالب علمی هم نه حالا که نیتی نیک قلبی صاف و پاک عبادت نیتی یعنی پرهیزگاری و خدا ترسی که جو همیشه مغرور و یعنی مشغول به همون سر لباس و کلا و منگل و سر صدای خود یعنی مغرور و مشغول بود. دیپلم رو میگیرم، باباهای 3 هست، باباهای نمیدونم که چنده که باشد، یک عمر بعد سرگردون. طالب علم باید که نیتش رو نیک، قلبش رو صاف و پاک و عملش رو صالح و باید چیز پرهیزگاری. بعضی جوانو با ای و با او دیگر عشق ورزی نیست، وسوسه شیطان است، خدا شاهد است. همونایی که با چند نفر عشق ورزی میکنن شیمانترین انسان، ببرکتترین انسان در زندگی میکنن. میبینید که بعد فرزندش از گلوش میگیرد، زنش از گلوش میگیرد، یا اینکه زنش در سرش 4 مغز میشکند، یا که خانه‌اش بی برکت. برای چی؟ به خاطر اینکه به حرام حرج رفت، زندگی خودش رو حرام کرد. اون فکر میکنه دیگران رو حرام کردم. نه، زندگی خودت رو حرام میکنی، زندگی خودت رو به برکت میکنی، فرزندان خودت رو به برکت میکنی. برای همین تقوا و پرهیزگاری باشد برای جوانی دانش آموز، حتمی اون علمش با برکت میشه. حالا سوال نوبتی بود که برای زنها کدام علم؟ برای مرد زن همه علم، لیکن خصوصا زنها باید که علمی چیز، حالا زنهای حامله دار، گینکولوگ یعنی مخصوصی بیماری های زنی باید که زنها متخصصی بیماری های زنانه باشند، تا اینکه زنها پیش مردا مراجعت نکنند، زنها معالجه کنند. دین مبین اسلام این رو میگوید. از او قدیم پیامبر علیه السلام نفری رو خواهش کرد که این همسرش کلان سال بودن، حالا که نوشتن و خوندن این همسرم نامشون از یادم رفت، یعنی خوندن و نوشتن و تخصص و دیگر رو به همسری من بآموز. حالا همسرشون مادرمان عایشه رضی الله تعالی عنها زیاده از 2,500 حدیث از پیامبر علیه السلام در معامله، خصوصا اکثریت در معامله زن و شوهری حدیث ها روایت کردگی است. اگر دانشمند نمی بودن، عالم نمی بودن، علم از خود نمی کردن، پیامبر علیه السلام با اون همسرشون علم نمی آموخت، این همه حدیث های معامله های زن و شوهری از کی روایت می شد؟ زنها باید که در بیماری های زنانه و تولد زنها
حتی جراحی زنها که جراحی بسیار بیماری هست که باید که یعنی جراح باید جراحی کنند. در تمام تخصص باید زنها فعال باشن. درست که دین مبین اسلام عفت و خب حیای زن رو تأکید کرده است. با همون عفت و حیاش باید تمام تخصص رو از خود کند و با خدا ترسی و با همون نیت نیک و قلب صاف و پاک حلال و پاک باید که تخصص و کاری خودش رو باید پیش ببرد. ولو کی کامیاب می شود؟ حکیمی میگه لا یتقدم من یرید تأخرا ولا یتأخر من یرید تقدما. لا یتأخر من یرید تقدما ولا یتقدم من یرید تأخرا. کسی که پیشروی میخواهد تلاش میکند هرگز عقب نمیماند، ناکام نمیشود. کسی پیشروی نمیخواهد تلاش نمیکند هیچ وقت پیشروی نمیکند. یک بار دیگر، کسی که پیشروی میخواهد مهنت میکند، زحمت میکشد، علم آموزد هرگز ناکام نمیشود، عقب نمیماند. و کسی نمیخواهد چیزی شدن اون هیچ چیز میماند. برای همین فکر میکنم که امام مالک رحمت الله علیه این سخن رو میگه: اذا اردت الدنيا فعليك بالعلم و اذا اردت الاخره فعليك بالعلم و اذا اردتهما معا فعليك بالعلم. اگر دنیا میخواهی، زندگی با آرامی و آسودگی و کامیابی و دیگر همه جنبه های حیاتی یعنی آسودگی و خاطر جمعی میخواهی، به علم نمیشه، علم باموز. اگر جنت و قصرهای در جنت میخواهی، با غافلی و تنبلی نمیشود. با مهنت و زحمت همون عبادت رو هم اگر با عقیده درست انجام ندی، نه عبادتت قبول است، نه فکر اندیشه، نه عقیده باطل. باید عقیده صحیح، نیت نیک، عمل صالح. پس قصرهای در جنت. ولی میگه این هر دو رو میخواهی. اگر این هر دو میخواهی باز هم به علم نمیشود، علم باموز. برای همین جوانای ما باید نیت رو نیک، قلب رو صاف و پاک به نیت عبادت، چرا که علم آموختن عبادت است، قطعی نظر از تخصصش. چی علم دقیق باشد، چی شیمی باشد، چی فیزیک باشد، چی متماتیک باشد، چی چیزی که نباشد، چی جغرافیا باشد، تمام علم، چی تاریخ باشد، چی سیاست باشد، چی مناسبت‌های بین الخلقی باشد، هر تخصصی که نباشد به نیت عبادت، چرا که علم آموختن عبادت است، و نیت نیک، قلب صاف، پرهیزگاری و خدا ترسی میشود یکی از بهترین متخصص، ورزیده ترین متخصص، کامیابترین متخصص در ساحه خود. وقتی جدا شده به پایان رسید، من از پروردگار در اخیر برای همه شما علم نافع با حکمت، عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو تمنا میکنم. پروردگار همیشه همه شما و خصوصا جوانان رو زیر سایه رحمتش قرار بدهد، از وسوسه های شیطان، از حرام و حرج، از فسق و فجور در پناه عصمت خودش نگه بدارد و علم نافع و متخصص های ورزیده نصیب بگرداند، تخصص های ورزیده رو نصیب روزی بگرداند و تخصصی ورزیده و شخصی مفید بدن. باید که تکرارم شود که من چند بار تکرار کردم، بازم تکرار شود، با نیت نیک و قلب صاف و پاک، مهنت و زحمت و پرهیزگاری و خدا ترسی، حلال و پاک زندگی کردن، بهترین متخصصی ساحه خود خواهید شد. چرا که وقتی که نیتتون نیک باشد هیچ ممکن نیست پروردگار کامیاب نکند. چرا که نظرگاه پروردگار این قلب است. پروردگار همیشه به نیت و قلبت نظر میکند، به عملت اجر و پاداش یا عقاب و عذاب میدهد. برای همین جوانای ما باید که مقصدهای عالی داشته باشن، هر چیزی ناچیزی یا که شهوت و نمیدونم که کدام فسق و فجوری اوورا و سرسان و سرگردان و ناکام و بدبختشون نکند. مقصدهای عالی داشته باشن. وقتی که انسان مقصدی عالی دارن، همه برکت رو پروردگار، همه سعادت رو پروردگار، همه کامیابی رو پروردگار میدهد.
لیکن به هر چیزی نوچیز وقتی که مشغول شدید از اون چیزهای عالی و سعادت ابدی انسان محروم میموند. برای همین مقصدها رو عالی کنید، نیت‌ها رو بلند بگیرید، هدف‌ها رو، مقصد و هدف و غایه‌ها رو بلند و عالی بگیرید و برای رسیدن به اون مقصد محنت و زحمت بکشید. همه در یک جایگی باید که سعی و تلاش و محنت و زحمت کنیم تو اینکه این کشور رو و این ملت رو و این مردم رو و این دولت رو همیشه با دست و دندان مستحکم بگیریم و به قله‌های بلندی ترقیات دینی و دنیایی برسانیم. همه این وابسته از شما جوان باید که آمادگی رو بگیرید. هر چیزی ناچیز شما سرسان و سرگردان و تباه نکند. این شیطان خواهد با هر چیزی ناچیزی هم تباه. وقتی که شیطان شما رو که نظارت کرده، کنترل کرده، برد و آورد، بالاخره که خم میکند میپرده. تمام. خدا نگهبان. تا برنامه‌های دیگر در خانه پروردگار باشید.